امام زمان ارواحنا فدا وقتی ظهور میکنن که این بعثت رو ببینن، دنیا دیگه آماده ظهور حضرت بشه و خسته شده باشه از تمام تئوری ها. آقا تئوری هاتون رو بیاید انجام بدید ببینم. گفتید فوکویاما گفت آقا لیبرال دموکراسی یه مهد آزادی و مهد دنیاست و از این حرفا، بعد خودش حرفش رو چند سال بعد پس گرفت. گفت نه آقا، همین لیبرال دموکراسی نتونست انسانو به خاستگاه خودش برسونه. تردید و عقب نشینی از ادعای غایب بودن لیبرال دموکراسی غربی پایان یک نظریه. فرانسیس فوکویاما که قبلاً از غالب شدن تفکر لیبرال دموکراسی به عنوان پایان تاریخ سخن گفته بود، اکنون با عقب نشینی ضمنی گفته سرمایه‌داری و لیبرالیسم آمریکایی نمیتواند نجات دهنده باشد. 26 سال قبل و پس از پایان جنگ سرد، این تئوریسین آمریکایی در کتابی با عنوان پایان تاریخ و آخرین بازمانده نوشته بود جهانی شدن لیبرال دموکراسی غربی نقطه پایان تکامل بشریت و آخرین شکل حکومت بشری و سبک زندگی خوب است. خب آخرین تئوری چیست؟ نظام ولایی که مردم همه نقش دارن در امور دنیا. نظام ولایی، نظام اخوت، یعنی همه مسئولن در اداره دنیا، نه چند عده یهودی بیان دنیا رو اداره کنن. بانک‌های جهانی پشتش اینا باشن، اقتصاد دنیا پشتش اینا باشن، نوشتن پروتکل‌ها اینا پشتش باشن. ذلت بالاتر از این، اداره دنیا دست یه عده یهودیه. اشد الناس عداوةً، سرسخت‌ترین دشمن شما همین یهوده. با خون شهدا رفقا، با خون آقای شهیدمون، این اتفاق، این مدیریت داره غرق میشه مثل کشتی تایتانیک، داره از بین میره، به اضمحلال داره میره، به نابودی داره میره. بدونیم چه نقش جهانی داریم.